من ببین عزیز دل من، شما میگی با این قانون مشکل، درسته؟ قانون حجاب اجباری، درسته؟ ولی من مشکل ندارم، به نظر من این حجاب اجباری هم نیست. شما داری بهش میگی اجباری، چرا؟ قانونه، دین قانون تو باید قبول کنی، چون تو کشور ایرانی با این قانون مشکل داری میتونی به جای دیگه، ولی تا وقتی که اینجا هستی باید این قانون قبول شما کنی. حتی سرزمین من رو هم میخواین دربارش تکلیف تعیین کنین که من کجا میتونم زندگی کنم. شما میتونید در مورد محل سکونت من هم تصمیم بگیرید. این که من تو کشوری که به دنیا اومدم حق دارم زندگی کنم یا نه، حق دارم بتونم آبادیش رو ببینم یا نه، شما میتونید در مورد این هم تصمیم بگیرید. خیلی راحت بفرمایید که شما برین. خب پس این جواب این همه مهاجرهایی که اتفاقا اون طرف توی اروپا با آزادی که داشتن در مورد اعتراضاتشون جمع شدن، جواب اون همه انسان رو کی میده؟ شما میدید. با این که من قانون رو تعیین میکنم. من ببین عزیز